راه دیگر برای سازگار کردن بنفش برای استفاده خانگی همراه کردن آن با سفید یا کرم است. یک ترکیب قرمز بنفش مثل آلویی یا ارکیده‌ای با کرم گرم به بهترین شکل به کار می آید و سایه های با آبی بیشتر مثل بنفشه و نیلی به وسیله سفید یخچالی مکمل خواهند شد. هر دو راه تازگی سفید در برابر بنفش رنگ را به شکلی عادی در می آورد، در حالی که قدرت ملکوتی آن را مهار می کند. از این ترکیب در اتاقهایی که تخیل به شکلی متعالی چیره است استفاده کنید. مثلا در اتاق مطالعه یا اتاقی که برای سرگرمی از آن استفاده می کنید و تأثیرات جادویی بنفش را کشف کنید. بنفش می تواند رنگی فریبنده باشد، زیرا در زیر نورهای مختلف جلوه های متفاوتی پیدا می کند. نورپردازی داخلی می تواند به سادگی بنفش خالص را به قهوه‌ای کدر تبدیل کند. بنفش زیر نور لامپ های سفید با شدت متوسط مثل چراغ های هالوژن به حقیقی ترین شکل ظاهر می شود. طراحان اغلب از بنفش در مکانهایی استفاده می کنند که می خواهند آنها را برای مواقع خاص نگاه دارند. بنفش شگفت‌انگیز احساس می شود، زیرا به ندرت از آن به حقیقی ترین شکل استفاده می کنیم. روی این ویژگی به وسیله ترکیب اشکال و فرم‌ها به شکلی که در اینجا نشان داده شده است تأکید کنید.
در رابطه با رنگ بنفش باید این رو بگیم که معمولاً از رنگ بنفش برای مکانهای خاصی استفاده میکنیم و دلیل اون هم این هستش که بنفش رنگیه که با خلاقیت، تخیل و در عمیق‌ترین سایه‌هاش با شکوه و جلال خاصی ارتباط داره. در شکل‌های کمرنگتری از رنگ بنفش باید بدونیم که با تمدد اعصاب و با محیط‌های خیلی آرام و آرامش بخش نیز ارتباط داره و بنفش از معدود رنگ‌هاییه که اگر احساس می‌کنید که با کم رنگ‌تر کردن اون ایجاد کسالت می‌کنه برای شما، اشتباه می‌کنید. رنگ بنفش میشه با استفاده از ترکیب اون با رنگ سفید و کم رنگ کردن اون برای رسیدن به سایه‌های خاصی از رنگ بنفش رنگ‌های جالبی رو برای فضاهایی که احتیاج به تمدد اعصاب، آرامش و تفکر کردن داریم به وجود بیاریم. برای آزمایش هم که شده سعی کنید ملحفه هایتان، در واقع آنهایی که در معرض دید نیستند را با تکه رنگی از